دیگه نه نیاز به آجر داری واسه تیغ چینی، نه صفا، نه حتی بلوک هبلکس. اگر هنوز بلوک میاری یا ملات میسازی سخت در اشتباهی، چون سبکترین و پرسرعتترین دیواری که میتونی اجرا بکنی دست منه. تازه نیاز به والپست و نلدرگاه هم دیگه نداری. میدونم الان خیلی هم میگید این دیوارا آتیش میگیره، بیایم بهتون نشون بدم. ببین آب میشه اما آتیش نمیگیره، کندسوزه، تازه گاز سمی هم تولید نمیکنه. هم مرکز تحقیقات تایید کرده هم نظام مهندسی. شما روی دیوارهای وال اسپید هر پوششی بخواید میتونید استفاده بکنید. مثلا این پروژه اومده گچ پک کرده، شما میتونید گچکاری کنید، سیمانکاری کنید، حتی میتونید سنگکاری هم با خیال راحت انجام بدید. نگران بارگذاریش هم نباشید، شما از تابلو تا کابینت رو به راحتی میتونید روی این دیوارها نصب کنید. این استادا رو میبینید به راحتی با یه آهنربا میتونید پیدا بکنید، هر چی که میخواین روش پیچ کنید.